дуруд, Шаҳлои Гулхоҷа ҳастам. бо хабарҳои тозаи 5 июн ва шуморо студияи радиои Озодӣ аз программ роҳӣ мекунам. имрӯз дар барнома марзбонони тоҷикро лату кӯб карданд. Тоҷикистон дар сар задани муноқишаи марзӣ Қирғизистонро айбдор намуда онро аз қабл таҳризишуда ном бурд. мақомоти Тоҷикистон зарари боронгарӣ ва сел ба вилояти Хатлонроҳӣ эълон карданд. аз баъзе хонаҳо дар ноҳияи 5 танҳо бом боқӣ мондааст. 15 хона зиёд чапашидагӣ ай. Бисёр чапашидагӣ. О бисёр кафидагани то нағрам ин кафидан қариб 10 ҳолат садамои чапашаги. ба хориҷа фақат бо иҷозат. тибқи талаботи нав сафарҳои хориҷии донишомӯзон ва кормандони бахши маориф бояд бо ҳукумат ҳамоҳанг шаванд. ҷавонон дар ин бора чӣ мегӯянд? вазорати маориф на ҳамеша иҷозат медиҳад ва ин нақси ҳуқуқи донишҷӯён аст. беҳтар ин аст ки ба онҳо озодӣ дода шавад. мақомоти Тоҷикистон ба таҳқиқи муноқишаи марзӣ пардохт ки рӯзи гузашта дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва Лайлаки Қирғизистон рух дод. дирӯз ҷониби Қирғизистон 3 марзбони тоҷикро дастгир ва онҳоро лату кӯб кард. ҳоло саратбонҳои тоҷик озод шуданд. нирӯҳои марзбонии Тоҷикистон Қирғизистонро дар сар задани низо айбдор намуд ва ин муноқишаро аз пеш таҳризишуда номид. Мирзонаби Холиқзод дар ин маврид тафсилоти бештар дорад. سرراستی مرزبانی تایستان میگوید که این حادثه از جانب مرزبانان قرز و ساکنان قرقیزستان از پیش تحریزی شده بود است به خاطر خراب کردن وضع در منطقه های مرزی می باشد. اما دیروز نیروهای مرزبانی قرقیزستان با پخش یک نوار و از طریق رسانه های محلیشان گفتند که این حادثه در نتیجه مرزشکنی مرزبانان تاجیکستان رخ داده است و در نتیجه یک بحث در نواری که اونها به نشر رساندن با چشمان خود دیده می شود که مرزبانان تاجیک بازداشت شده و آنها با کلاشنیکوف در منطقه مرزی قرقیزستان نگاه داشته می شود و تا حال حاضر تنها اظهاراتی که از طرف هم سرایاست مرزبانی تاجیکستان و هم مقامات مرزبانی تاجیکستان رخ میدهد تنها به نشر رسیده است، تنها عیبدار نمودن جانب هاست. اما اصل مسئله چی است حالا دقیق و روشن نیست. تقریبا طی چند سال است که این بحث‌ها بیشتر در منطقه بحثی تاجیکستان و قرقیزستان در منطقه مرزی رخ میدهند. تا کنون طی این چند سالی که گذشت از امتداد مرز مشترک قرقیزستان تاجیکستان که 976 کیلومتر را در بر میگیرد، همگی 506 کیلومتر آن علامت گذاری شده و مشخص کرده شده است. ولی همچنان با وجود این تلاش‌های کمیسیون بین دولتی تاجیکستان و قرقیزستان همین گونه دسیسه‌ها، همین گونه ماجرا و مناقشه‌ها رخ میدن و بیشتر از همه در منطقه‌های بحثی که هنوز نه به طرف قرقیزستان دخل دارند و نه به طرف تاجیکستان دخل دارند رخ میدهد. بیشتر از همه در ناحیه اسفره و هم در ناحیه باباجان غفور و دیگر ناحیه مرزی که با قرقیزستان همسایه میباشند این حادثه رخ میدهند. طبری پیشتر رادیو آزادی خبر داده بود هفته گذشته نیز در منطقه یا جماعت واروخ ناحیه اسفره نیز همین گونه یک ماجرای سر زده بود که در نتیجه سنگ اندازی رئیس محله واروخ زخم برداشته بود و به بیمارخانه بستری شده بود. ضمناً رستم رحمتزاده معاون اول رئیس ولایت سوق و همزمان عضو کمیسیون بین دولتی تاجیکستان و قرقیزستان عاید به مسئله علامتگذاری مرز در صحبت با رادیو آزادی گفت که دیروز وقتی که این حادثه رخ داد آنها بیگاه به جای حادثه رسیدند و در نتیجه صحبت به این نتیجه رسیدند که 3 مرزبان تاجیک را همراه 4 کلاشنیکوف از دست مرزبانان قرقیزستان گرفتند و به قلمرو تاجیکستان آوردند. فعلا به قول رستم رحمتزاد وضعیت در این منطقه آرام است و تحت کنترل قرار دارد. мирзонаби Холиқзод гузориш медод ҳамкорони мо тафсилоти ин баҳси марзиро пайгирӣ доранд ва шумо метавонед ҷузъиётро дар сомонаи мо www.ozodi.org пайдо кунед. рӯ меорем ба мавзӯи дигар. мақомоти тоҷик эълон карданд ки 4 вилояти хатлон аз сел беш аз 12 миллион сомонӣ зарар дидааст. дар 3 деҳаи 5 коммунизм пешқадам ва селга шаби 15 ба 16 март дар натиҷаи борони шадиди сел омад ва хонаву замини кишти мардумро вайрон кард. ҳарчанд беш аз ним моҳ аз хонаводаҳои осебдида аз афроди хайрхоҳ кӯмакҳои ғизоӣ дарёфт мекунанд, вале сарнавишти хонаҳояшон ки зери обу гил мондаанд то ба ҳол рӯшан нест. از 5 خانه و انبار و عاقل و آشخانه مومین یوسفوف فقط همین دیوارهای بیبام ماندند و خلاص. 15 خانه زیاد چپاشیدگی ای. بسیار چپاشیدگی ای. او بسیار کافیدگی تا نقرم او کافیدن قریب 10 حالت صدمه‌ای چپاشیدگی. او با 8 عضو خانواده‌اش اینجا میزیست.
حالا بعد این حادثه کودکانش موقتا در خانه اقربایند. جای خوی گلکورا و کتاب دفتر شو همه چی بود. هم قیگن گرفتیم گلکورا ایدمی سیل کچ کیم. در اینجا شرایط برای زیست نمانده است. در این دگدان ها طبیعی است که دیگر نان پخته نمی شود. جمعی پذیرچی نیست دیگه، همه چپاش سیل همه چپا کرد. حکومت ضرر مومین یوسپوف را حساب کرده و وعده داد که کمکش میکند. اومدن نگاه کردن، حساب کتاب کردن، ضرر دیگه و همه چیشو نوشتن چی کردن که همین نزدیک قطعی سر میکنیم، یاردم میکنیم. حالا مقامات پیوسته به دهه سیلگاه مواد غذا میارند. ما همین کارگرای رادیو آزادی تشکر زیاد میکنیم. همین خلق همین محله ما همش که همین دادی ما را رسوندن و همه چی. گلی جان رسولووا آن روز با 4 فرزند در خانه‌اش در محاصره سیل ماند. امید به معجزه داشت و خلاص. سیل از خانه و زمین این را باقی ماند. سید مدثر لطیپوف را سیل به خانمان کرد. آنچه از کاشانه و غذاخانه او مانده است همین است. میگوید خیریت دستی صدقه دهنده است، به افطار نمیمانند. صاحب منصب و بعضی آدمایی که شرایط زندگی خوب دارن میگن که مثال صدقه افطار من میکنم امشب برای همه مردم افطار. 21 روز است که در این حوله برای ضرر دیدگان خوراک میپزند. برای همین خلق آدمایی هستن خونه و چپا شده و چوک تندر ندارن، همینجا خیر اینجا میپزه میان میگیرن میبرن. خانه حیدری محمد است. او را در این ده همچو حافظ میشناسند. بیا بچه نانا بری. آشخانه‌شون کار نمیکنه و خوراک پزند. و هم تصمیم گرفتیم که اقلا چیزی که از دست ما بیاد ما خوراک پزیم. هر روز برای تهیه غذا تا 1500 سومانی خرج می شود. از یک دست صدا نمیبرد، چنانه که میگویند اگر من تنها میبودم حتما زورم نمیرسید. به حیدری محمد همسینفان و همسایه ها کمک میکنند. گاه شخصانی سخاوتمند خرج خوراک را میدهند. در عکس حال همه از حساب حیدری محمد است. من فکر میکنم که خداوند اگر از ما رضا باشن بنده‌اش حتما رضا هستند. هر کی نیازمند است با فرا رسیدن وقت افطار در خانه حیدری محمد می آید. با طبقهای خود از اینجا آش میبرند و دعای زیاده در حق خیرخواهان باقی میگذارند. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. تاجیکستان واردات تخم مرغ را از خارج محدود کرده است. مقامات میگویند شرکت‌های خود تاجیکستان به قدر کافی تخم استحصال میکنند و ضرورت برای وارد کردن تخم از خارج باقی نمانده است. در یک مطلب مجله رسمی خدمات گمرک گفته می شود واردات تخم با طلب اداره تاجیک استاندارد به کشور منع کرده شد. همکارم عبدالله شورف به آموزش این موضوع مشغول است و حاضر است که به سوال‌های ما پاسخ بدهد. عبدالله سلام. نخست بگویید که واردات تخم از خارجه به پورگی منع شده است و یا تنها محدودیت جاری کردند؟ سلام شهلا. پاسخ مقامات در این بابت خیلی زید و نقیض است. در مطلب مجله خدمات گمرک گفته می شود واردات تخم از خارجه کاملا منع شده است. و گفته مؤلف این مطلب سال قبل 32 شرکت و صاحبکاران انفرادی به واردات تخم به تاجیکستان مشغول بودند. حجم تخم وارد می‌کرده آنها نیز خیلی زیاد بوده است. تقریبا در یک سال 1000 تن به کشور تخم مرغ وارد می‌کردند. اما در این مطلب گفته می شود تحلیل‌های اداره‌های دولتی ثابت کرده است که شرکت‌های خود تاجیکستان به قدر کافی برای اهالی کشور تخم استحصال می‌کنند و دیگر ضرورت از خارج وارد کردن تخم مرغ باقی نمانده است. به ادعای مؤلف این مطلب عین زمان واردات تخم از خارج به پورگی منع شده است. اما اداره تاجیکستان در این بابت چی میگوید؟ آنها سبب چنین تصمیمشان را چگونه شرح میدهند عبدالله؟ شهلا مسئولان تاجیک استاندارد میگویند آنها واردات تخم مرغ را از خارج منع نکردند بلکه از وارد کنندگان اجرای طلبات بهداشتی و شرایط نگهداشت آن را سخت تقاضا میکنند. یعنی درج شدن صنایع استحصال تخم توسط ماشین‌های یخداندار انتقال یافتن آن و غیره ها. اما تاجران و شرکت‌هایی که به واردات تخم پیشین مشغول بودند میگویند اجرا کردن شرط‌های تاجیک استاندارد بسیار دشوار است و یا اگر اجرا شود نرخ تخم از خارج آورده شده خیلی گران میافتد. چون به گفته آنها کرا کردن ماشین‌های یخداندار و بارکشانی خیلی گران است. عبدالله ضمناً حالا نرخ تخم در بازارهای تاجیکستان چند است؟ چون گفته میشد پس از باز شدن مرزهای ازبکستان نرخش پایان رفته بود. بله شهلا، در دوام 1-2 هفته بعد باز شدن مرزهای ازبکستان واقعا هم نرخ تخم تا به 50-60 درم
پایین آمد، اما باز هم با طلب تاجیکستاندارد که میگوید تخم‌های ازبکستان صنایع استحصالشان درج نشده است و در شرایط غیر سانیتری وارد می‌شدند و از این رو واردات آن محدود گشت. این است که حالا نرخ تخم باز به سطح پیشینش برگشت. حالا یک دانه تخم وابسته به وزنش در بازارهای تاجیکستان از 85 درم تا 1 سومونی و 10 درم نرخ دارد. با توجه به آنکه عبدالله یک مواد اساسی استعمال مردم از تخم و گران شدن آن در تاجیکستان خود دسترسی مردم را به این غذا محدود میکند. تشکر عبدالله برای صحبت. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. وزارت معارف تاجیکستان با جاری کردن قاعده نو سفرهای خارجی دانش آموزان عالیمان و دیگر کارمندان بخش مذکور را زیر نظارت گرفتن است. من بعد این افراد مسئولند که 15 روز قبل از رفتن به خارج جزئیات سفر و خلاصه خطی وزارت امور خارجه را پیشنهاد کنند. طبق سند نو همچنین ضمن بازگشت از خارج دانشجویان و کارمندان ساحه معارف باید به مقامات حساب دهند که دور از وطن به چی کار مشغول بودند. واکنش‌ها به این اقدام را همکارانمان از تلویزیون نستایش وریمه در گزارششان جای دادند. وزارت معارف و علم تاجیکستان قاعده نوی را پیشنهاد کرده است که بر پایه آن سفر خارجی کارمندان ساحه معارف و دانشجویان بدون اجازت مخصوص منع خواهد شد. طبق طلبات نو مدیران مکتب‌ها و رئیسان دانشگاه‌ها سفرهای خارجی خود را باید با حکومت تاجیکستان موافقه کنند. اکثر دانشجویان تاجیک از این سند جانبداری نمی‌کنند. به اندیشه آنها این دستور حقوق آنها را پایمال می‌کند. محصلین تاجیک میگویند به کجا، کی و به کدام دلیل سفر کردن این حق انسانی هر شخص است. این یک اقدام زیادتی است. ما در اتحاد شوروی که سفر به خارج را منع میکرد زندگی نداریم. ما در دولت دنیوی و حقوق بنیاد زندگی داریم. وزارت معارف نه همیشه اجازت میدهد و این نقض حقوق دانشجویان است. بهتر این است که به آنها آزادی داده شود. به نظر من اجازه پدر و مادر کافی است. اگر آمار محصلینی که در خارج تحصیل میکنند وجود داشته باشد، از روی آن میتوان شماره متخصصانی را که بعداً با وطن بازگشته و کار میکنند معین نمود. مگر دائم چنین نبود؟ طبق قاعده نو برای سفر به خارج کشور دانشجویان و کارمندان ساحه معارف باید چندین حجت را به مقامات پیشنهاد کنند. از جمله هر جوان باید پیش از سفر مکتوبی رسمی با امضای رهبر مؤسسه تعلیمی، نسخه شناسنامه خارجی، حالنامه، نسخه دعوتنامه برای چاره‌بینی و سبب و مقصد سفر را به وزارت معارف پیشنهاد کند. ولی با این وجود امکان دارد به این دانشجو یا آموزگار برای سفر اجازه ندهند. در نظام قانونگذاری و حقوقی تاجیکستان طبق ماده 10 سرقانون تاجیکستان معیار و پرینسیپ‌های بین المللی، قراردادهای بین المللی تاجیکستان، موافقت‌های دو طرفه از بلندترین پشتیبانی برخوردار هستند و آنها بر قانونیت فعلی اولاترند. مقامات وزارت معارف و علم تاجیکستان گفتند که هدف از تهیه دستور نو به تنظیم درآوردن سفر دانش آموزان و محققان به خارج کشور است. به باور متخصصان این نهاد قاعده نو برعکس سفر را به خارج آسان‌تر می‌کند. همچنین با این راه وزارت معارف می‌خواهد جوانان را از گروه‌های افراطگرا حفظ کند. تا راه اندازی این قاعده در این بخش یک نوع بینظمی بود. پیشنهاد هیچ یک سند طلب نمیشد و معیاری هم موجود نبود که معین کند کیها حق سفر به خارجه را دارند. اما یک منبع از وزارت معارف میگوید قاعده تنظیم سفر به خارج دستور از بالاست. طبق سند نو همچنین ضمن بازگشت از خارج دانشجویان کارمندان ساحه معارف باید به مقامات حسابات دهند که دور از وطن به چی کار مشغول بودند. و دو خرسی نادر ناخن سفید هنگام زنوزنی در ناحیه مومن‌آباد از بلندی 100 متر افتاده هلاک شدند. جنگ این خرس‌ها با احتمال زیاد برای خرس مدینه و حدود تحت نظارت صورت گرفته است. برای دریافت اخباری از این هم بیشتر شما را با وبسایت رادیو آزادی دعوت میکنیم. در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک ادنا کلاسیک هم خبرگزاری‌های ما را می‌یابید. نوارهای دیدنی را میتوانید در آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. اگر ابونه شوید باز هم بهتر. تشکر که امروز نیز همراه ما بودید و تا فردا خدا نگهداری هر یکی شما باشید.